رحیم. سلام و عرض احترام دارم خدمت همکاران گرامی. به ادامه ویدیوی قبلی من میخواهم یک مقدار معلومات راجع درباره سیستم آنلاین براتان ارائه کنم. و شما وقتی که نام کاربر و پسوردش در اینجا وارد کردیم، ورود به سیستم در اینجا میزنیم. ورود به سیستم که زدیم، برای ما این رقم یک صفحه باز میشه. باز ما و شما در این نقطه کلیک میکنیم. خب مطمئن میشیم که این صفحه از ماست. مثلا صفحه ما است، محمد یاسین، نام پدر محمد صادق، کاربر عملیاتی املاک. خب در این نقطه باز کلیک میکنیم، ثبت معاملات ملکیت. بالا از که کلیک کردیم، یک مقدار صبر میکنیم، اینی صفحه باز میشه. در حقیقت اینمی صفحه دیگه شروعی برای چی است؟ ثبت اسناد و برای مالک و مشتری و شاهدین. اولین نقطه در اینجا است، نمبر 1 جایداد. در اینجا ما کل مشخصات ملکیت درج میکنیم، جایداد درج میکنیم. نوعیت ملکیت مثلا چی است؟ حولی است، آپارتمان است، دکان است، بلاک است، هر چی است. مثلا این ما میگیریم حولی. خب این انتخاب شد. بعد از او این که حولی انتخاب کردیم، میم در مشخصات چی؟ مساحت ملکیت. مساحت ملکیت مثلا چند است؟ 200 است. واحد اندازه‌گیری چی است؟ متر مربع. تعداد منزل چند منزل است؟ مثلا 2 منزل است. تعداد اتاق چند اتاق داره؟ مثلا 6 اتاق داره. خب این کلش در اینجا چی شد؟ همین نوعیت ملکیت درج شد. بعد از اون مشخصات سند. نوع سند. سند چی است؟ قباله شرعی است، سند ملکیت است، سطح راهنمای معاملات است، سند دستنویس. فرض بر اینه که سند دستنویس است و یا اینه که سایر است. یعنی سایر که است، بر علاوه قباله شرعی، سند ملکیت یا سطح راهنمای معاملات، سند دستنویس، یک چیز دیگه باشه. مثلا نوع یک سندی که دی امضی 4 جمع قرار نگیره، یک چیز دیگه باشه. وقتی که ما سایر میزنیم، نوع سند را وارد کنید. سند باید این چی شوه؟ وارد شوه. اگر دمی 4 کاتگوری قرار نگرفت، سایر با اینجا باز چی شوه؟ یعنی من یک نوع دیده اینجا درج شوه که سایر چی معنا میده. خب ما میگیریم ایرا سطح راهنمای معاملات. سطح راهنمای معاملات گرفتیم، سریال نمبر سطح، حتما سطح چی داره؟ سریال نمبر داره. او را وارد میکنیم. بعد از او تاریخ معامله که چه وقت معامله شده بوده، او را در اینجا چی میکنیم؟ وارد میکنیم. خب این کارم که شد. بعد از او مییم آپلود اسناد ملکیت. آپلود یعنی به معنای وارد کردن عکس اینوزی ملکیت یا سند. اینجا می مثلا انتخاب فایل میزنیم، خودت همین لحظه عکس میگیری. اگر همین لحظه عکس گرفتی بالای دوربین، اگر در کامپیوتر کار میکنی عکس یا ویدیو را، ویدیو خو معمولا همین حجمش زیاد است، عکس به شکل جی پی جی از کامپیوتر انتخاب میکنیم. خب یکی شد. اینجا باز دو نوع آپلود است. دوستان متوجه باشین که آپلود اسناد قبلی است. خب معمولا کسایی که زمینه میخرد دو سند داره، یک سندی که از خود نفر گرفته و یک هم سند قبلیش. اون سند قبلیش در جمع اسناد قبلی مره و اسنادی که فعلا موجود بوده، سطح راهنما هر چیزی بوده، او میشه از جمله اسنادی موجوده. از اینجا که خلاص شدیم، بریم پایینتر. ثبت آدرس ملکیت. در کدام ولایت است؟ ولایت کابل است، غزنی است، بامیان است، بدخشان، هر جایی که است. ما میگیریم مثلا ولایت کجاست؟ ولایت کابل انتخاب میکنیم. ولایت کابل. ولسوالی یا ناحیه چند است؟ ناحیه میم در اینجا پیدا میکنیم. ناحیه چندم؟ ناحیه 13. ناحیه 13. گذر چند است؟ مثلا گذر 25 است، 35 است، 27 است، 19 است، هر چند که است گذر انتخاب میکنیم. بعد از حدود اربعه است. حدود اربعه شمالا مثلا خانه احمد است، شرقا خانه محمود است، جنوبا خانه علی است، غربا هم مثلا کوچه است. جزئیات دیگر اینجا چی است؟ مثلا در جزئیات دیگر درج میکنیم که شمالا دیوال شخصی است، جنوبا مثلا شخصی است، غربا کوچه است و خوبیز شخصی است. اینجا من شرقا مثلا میگیم با همسایه که علی شرقا که با محمود است، یعنی دیوار شریکی است. اینجا باید کلی نکاتا در چه وقتی که شد ثبت معلومات میزنیم. وقتی که ثبت معلومات زدیم، اتومات ما شما از کجا؟ از
این اینجا از جایداد ما شما را انتقال میکنه در مالک. فعلا اجازه نداریم در مالک بریم. باز از اینجا ما شما را اجازه میده که بریم درج معلومات از چی کنیم؟ از مالک کنیم. خب برای فعلا همین قدر بس است. از اینکه حجم ویدیو چی میشه؟ زیاد میشه.